سلام جنابان خانمان، جشن نوروزی عالم افروز مبارک باشد. قرصک‌های نوروزی برای مردم تاجیکستان تقدیم کرده می شود. به همه شما صحتمندی، سلامتی، تنی صحت، خاطری جمع، خانه آباد تمنا میکنیم. حاضر با وقتی یک موجه مهمانی میرن دستای دسترخوان میشینن، با جایی که دعای دسترخوان نکنن گویا که آخر زمان شده دعای هم دیگر شده است. میشینن دعا میکنن، چیکار میکنن؟ یک 5-6 نفر میرن قریب نیم ساعت بحث میکنن. تو دعا کن، شما دعا کن، تو دعا کن. با آخری یک تا اوساقال پیدا میشه دیگه خیلی آمین. یکم میلیسه دیون بلیسه و نگاتیو. الله اکبر. من نفهمیدم که عذابی بلیسه هم بیمارخانه برابر عذابی میلیسه باشد. با اگر زادروز باشد، یکم جشن‌ها باشد، قدح میبردارن برای که بجای که سخن کنن نسبتی زادروزدار چخیری قدح سخن میکنن بیا میزنیم که نزنن ها پیکر قدح میبردارن. یک قبیله دیگرش سخن میکنن بیا میبرداریم که نبردارن ها پیکر. بعد من فکر کردم اون نفرهایی که میگن که بیا میزنیم که نزنن و یا بخیرم اوپاش کوچکر او قبیله دیگر که میگن که میبرداریم که نبردارن بخیرم پول میگیرن ای کبوب سمید هستن. منم یک دعا تیار کردم. دعای من چنین است. دعای من همین است که سمای تاجیکستان صاف باشد، بیخوبار باشد، ارزانی باشد، فراوانی باشد. در لبان مردم تاجیکستان پیر و برناش خنده هویدا باشد. یک تنی مردم تاجیکستان بی‌درد باشند، یک دخترها بیکار گردند. آمین. الله اکبر. یک قصه که دیگر میزنیم. این جشن نوروز عالم افروز مبارک باشد. خود دوستان ارجمند، بینندگان گرامی، طرفخانه سیاره یکی از پیش قدمترین شده این چهاربینی نوروزی را با اشتراک هنرمندان بسیار محبوب کشور برای تماشابینان پیشکش میکند که کرده ایستاده است. تشکر به رهبریت، تشکر به پیشخدمتان، تشکر به فراشان، تشکر به سرآشپزان که بسیار یک محیط بسیار ایدانه را همراه استودیوی اکمل جمعه برای ما و شما یک شرایط بسیار خوب مهیا کردن. تشکری زیاد. دوستان ارجمند، خیلی که ما و شما می‌داریم امروز بسیار مهمانان از تمام گوشه و کنار جمهوری در اینجا هم تماشابینان هم مهمانان از بدخشان، از ختلان، سوخت باستانی، دوشنبه شهر یا اینکه شهر نوی تابع مرکز اومدن کدوم یک شما را خیر مقدم میگویم و بگذار بار دیگر به شما گفتنی هستیم جشن نوروز، تجلیل نوروزی عجب به ما و شما مبارک باشد. صحتمند و سلامت، تنصیحت و خانه آباد باشید. همدیران ارجمند.